سلام بچه ها، اومدیم به ویدیوی بریم دوربین مخفی. بچه ها میخوایم بریم مردم اسکول بریم، همه بیرون اومدیم دوربر نشون بده آیفون دارم. خب بچه ها بچه ها آخر سرم میخوایم یه سورپرایز داریم. میدونی چیه؟ حدس بزنی تو کامنت حالا آخر سر یه چیزی که همه بذار بگیم بچه ها مطلب میخوایم آخر سر بریم نوشابه بخریم و نوشابه ها رو با هم دیگه قاطی کنیم. خیلی دوغم میخوام بخریم. من خوردم یه بار. فکر نکنم خوردم ولی حال مسموم میشیم به خاطر خب بچه ها الان میخوایم بریم فعلا دوربین مخفی تا دوربین مخفی با همون بیاد آیفون بردیم بیا بریم. خب بچه ها وانته وانته 8 ساله موشی اون بالا سرش دیدی؟ آبیو که توی نیستانه نه بچه ها من پیدا نمیگم فکر کنم دوربین ندیدی نه؟ بهش میگه هر بری بریم اما مستقیم کجا بره؟ مستقیم کجا میخوای بریم؟ مستقیم کجا بره؟ مستقیم میخوایم بریم جواب نداد بچه ها زدم بچه ها میگم میرید بریم سمت بچه میگم میدونی وقتی یه نفر اومد بهمون فوش داد. خب بچه خب بعدش الان فوش نداد هیچی نگفت وایساد رفت یعنی میگفت اسکلیم ما. الان میخوایم بریم با هم نوشابه بخریم توی مغازه هم فیلم بگیر بریم. بچه میخوایم یه راه خیلی خطرناک برویم چون من یه بار اینجا افتادم به چخ رفتم. بچه ها شنانگ هم هنوز جاش هست من جاش نشون بدهید. اینجا یک خنجری خورده ببینم داداش من ندیدم حالا اینجا خیلی بالا نزدیک فیلم بردارتون بیفته. بچه پارسا رو بگیرید که داره از اونجا میاد تونستم بریم به سمت مغازه علی. خب بچه میراندا دوغ مسئول میشیم. حالا لیمونا هم خب بچه الان داره داش پارسامون خرید میکنه. خب یه دقیقه با فیلم بردار تنها باشید و منظره نشون بده تا با تصمیم بخرید با ویدیو رو ببینید. بچه خریدیم یه خوراکی هم خریدیم جا تو خالی بخوریم. خب بریم بچه ها اومدیم براتون اول لیوانا رو بدیم. آی فیلم بردار هم گشتر شده. خب نه فعلا باز نکنی که داداش چقدر جدگیری. آی بر فیلم بردار مرسی تو اول یه کم لیمونات میخوریم تو زیاد یه خودتو بیشتر والا یک دادم 8 میدم. منم 8 میخواستم 8 بدم. ما به یه 8 میدم خدایش. چند میدی آی فیلم بردار؟ 9 خوب بود خودش. الان بهترینش همینه بابا.
بچه ها مسمومتون کنیم. ببخشید دیگه دوغ نخوری. ای بریز دیگه. خب اینم از این. داداش برای من چرا انقدر کم میریزیده؟ بیا یه ذره زیاد میاد، یه ذره بیشتر میاد. این لیوان تو بیار. همین تو کمتره. بیا همین کردی بابا حیفت بیاد. پس شیره میده چرا؟ خیلی شکر ریخته. کبک زده بچه من بود تیتابای بچگی بود کبک زده بود. من شیش تو میدم. تیزم کبک زده میخوردی؟ خیلی از فانتا خوشم نمیاد ولی باید بخور. من فانتا خیلی دوست دارم هیچی نمیشه. فانتا نه داداش میراندا. این خیلی خوشمزه برای من بیشتر بریز. نمیشه بیشتر بریزی. بیا اینجا برای من خیلی کم بریز. بسه. دو بهش میدم. این برداشتش من با دادی این قبلیه رو نمونه نداری. نه من بهش 8.5. من بهش 6 دادم. من 8.5. من 8. من به این 9 میدم. من 10 میدم. خب بچه حالا من نوبت 6 کی میدم. رسیده؟ نوبت قاطی کردم. بیا. اینو زیاد بریزیم لیوانا پرشه. خب آقا فیلمبردار خانم فیلمبردار داداش نصفشو پر خیلی کردی. ریختی. برای منم همونقدر. داداش باید قاطی بخوری. رنگش. ای آی فیلم بردار. الان باید لیمونو بسه داداش. وای باید لیوانمون پر چه بشه. بد رنگ شد. باید پر بشه تا حال بده. من دوباره یه ذره آخراشم که مون بیشابر میخوای. وای برای من شبیه پرتقال شده. بزنیم به سلامتی بیارید بزنیم به سلامتی. من نمیرسم. سلامتی بنزما که نگفت بنزما. بخورید. آجی مزه همشون خیلی خوبه. خیلی خوبه بچه ها باورم نمیشه. انقدر لایک کنید تا این نوشابه رو بسازم. به خدا 10 میدم. خیلی خوشمزه. من اصلا 100 میدم. من 1000 9 میدم. ها من 9 میدم. خیلی خوبه. موافقین دوباره؟ خیلی حال داد. بچه ها واقعا قاطی کنید. جون من خیلی حال میده. فقط لیموناتون از اینا باشه. لیمونادشو کم بریزی. وای فانتا رو و نوشابه رو ریختیم رنگه. اصلا خیلی خوبه. کار کن بچه دلشون نخواد. دلتون نخواد. 3 2 1. بچه دو میخواین یه ذره زیادتر مشکی بریزی. خیلی حال میده. آی فیلم بردار. آقا فیلم بعدا میخورم. وای بخور دیگه. صبر کن. بچه پشت صحنه ها نه یک آروغی زدن دنیا لرزید. بیا یه ذره استوب نکن لیوانو تو بیار. بریز برای خودت. هی فانتا هم بیار. داداش دیگه داره سم میشه. ترشو در آوردی. اینم بردار. بچه تست نکنید از حالم شد. برای من چرا کم رنگ‌تر از برای شما میشه؟ شما خیلی نوشابه. بابا خیلی خوشمزه است ولی دارم ازحال میشم. خیلی دفعه بد شد. برای من این دفعه خیلی خوشمزه شد. برای من بد شد چرا؟ فقط بهش شما دارم میخورم. برای من پارساس یه ذره زیاد فانتا. بچه فانتا خیلی نره. خوراکی هم جدید گرفتیم و اینو کات کن. بچه ها اینم تست نکردیم. میخوایم ببینید چه مزه ای. به نظر من خوشمزه است. شما نمیتونم بخورم. بیا بخور. گند زدیم. آره اگه تو خونه بودیم که نابود میشد. تو خونه بودیم با احتیاط میریختم. آره. بچه هم یه ویدیو گرفتیم اونو حتما ببینید. بریم به دوران کودکی. خیلی خوبه بچه ها.
بریم به بازی های کودکی ببخشید. ببینید فیلم بردارمون هم که هیچکی نبود. بچه مرد ایران باشه. خیلی خوشمزه است، خیلی خوشم اومد. خیلی خوبه. اگه نخورید برید بخورید. مثلا بادام زمینی توشه نه؟ بادام زمینیه. بادام زمینی روکش داره. همش چیه؟ کچاپ. خیلی خوشمزه، خیلی خوشمزه. خیلی خب بچه تا دیدار بعدی خدافظ. ما هر روز خیلی ویدیو میذاریم دیگه. خدافظ. خداحافظ.